سلام دوستان، به ویدیو من خوش اومدین. دوستان، همینطور که قبلا براتون گفته بودم امروز میخوام در مورد پاساژ دنیزمال براتون حرف بزنم. این پاساژ غیر از اینکه داخلش فروشگاه‌های مختلف از برندهای معتبر داره، یه سری طبقاتش هم آیتم‌های سرگرم کننده‌ای برای بچه‌ها و بزرگسال‌ها توش ساخته شده، مثل سینما، فودکورت، شهربازی کوچیک یا همون سرسره‌ای که قبلا براتون راجبش گفتم، یا یه سری شرکت‌های پخت و پز که صرفاً کلاس‌های آموزشی یا ترین میذارن وجود داره. یکی دیگه از این قسمت‌های جالب و هیجان انگیز مجموعه کیندرلنده. حالا اینجا چیه؟ این فضای خیلی بزرگ برای بچه‌ها ساخته شده. البته بزرگسال‌ها هم میتونن داخلش بشن، ولی هدف اصلیش برای بچه‌هاست. خب حالا که چی؟ اینجا یه سری سرگرمی‌های جالب و متنوع وجود داره که با آموزش و تعلیم همراهه. یعنی فقط صرفاً نمیذارن که بازی کنن، قراره هم معاشرت کنن، هم بازی کنن، هم آموزش ببینن. حالا میگم چطوری. مثلا نمونه کوچیک مارکتی که تو سطح شهر هست و بزرگترها ازش خرید میکنن و همیشه با بچه‌ها به اونجا میرن، نمونه کوچیکترش ساخته شده که اونجا بچه‌ها آموزش داده بشه که چطوری خرید کنن، یا از همه مهمتر چطوری رفتار کنن، که یه جورایی فرهنگسازی رفتاری داخل محیط عمومی مثل مارکته. یا حضور تو قسمت‌های دیگه این شهر مثل مغازه شکلات سازی با یه سری از آموزش‌های مربوط به اون آشنا میشه. قسمت‌های زیادی این شهر داره، مثلا بانک، آتش نشانی، قسمت‌های بیمارستان و پزشکی، مکانیکی یا کارگاه‌های موسیقی، یا حتی باستانشناسی، خیلی چیزای دیگه که هر کدوم آموزش‌های مفصلی رو برای بچه‌ها دارن. ساعت‌های زیادی و بچه‌ها اونجا میگذرونن و کلی چیز یاد میگیرن. برای رفتن به این شهر لازمه که بلیط رو از همون پاساژ تهیه کنیم که از 10 منات تا 30 منات متغیره. ولی اینم بگم که این تمام ماجرا نیست. بزرگسالا هم یه جایی براشون درست کردم، مثل کارتینگ و بولینگ و پیتبال، که اونا هم جالبه، حتما امتحان کردید. به نظرتون چقدر این پروژه جالب و تاثیرگذار برای بچه‌ها؟ اگه این ویدیو رو دوست داشتین، برای دوستاتون یا خانواده‌تون بفرستین، برای مخصوصا اونایی که میگن بریم پاساژ بچه‌ها رو چیکار کنیم. مرسی که تماشا کردین. لایک و سابسکرایب یادتون